شما مانند رادیویی هستید که میتواند ایستگاه‌های زیادی را بگیرد. آنچه دریافت میکنید بستگی به چیزی دارد که توجه خود را به آن معطوف میسازید. انرژی‌های بسیاری هستند که طی روز بر روی شما تأثیر میگذارند. شما در عین حال یک ایستگاه فرستنده هم هستید. با یک پایگاه خانگی، یک فرکانس مشخص و ذهنی تنظیم شده، نحوه درک و قضاوت و واکنش شما نسبت به افکارتان در طی روز مبنای واقعیت شما می شود و در واقع بنیانی می گردد برای اینکه واقعیت بر پایه آن ایجاد شود. وقتی که با واقعیت وجود خود کاملا آشنا می شوید، ممکن است آن را رها کنید، زیرا به محض اینکه با ایستگاه پخش خانگی شخصی خویش آشنا می شوید، واقعیت‌های بسیاری را می بینید که می توانید به سهولت به آنها دست یابید. هویت شما بس عالی‌تر و بزرگتر از آن چیزی است که تصور می‌کنید. می توانید هویت فعلیتان را فاش سازید تا شکوه آن که هستید را بیشتر تجربه کنید.